آخر زمان همین شکلیه. ما داریم به شدت سمت ظهور امام زمان میریم عزیزان. این وضوحش خیلی زیاده. بماند که اگر روایات رو زمین میکنی در کنار وضعیت دنیا و منطقه، نور علی نور، وضوحش خیلی واضحه. بعد به حالی کسی که فقط میخواد مخالفت کنه، میدونی چرا؟ چون آماده نیست. چون آماده نیست، دین به گردن نیست. نه نمازهای رو خونده، نه روزه هاشو گرفته، نه جبران تونسته بکنه. خونه رو الان میخونه اما خیلی دین به گردنش، خیلی عقل ناصر. آقا جبران کن، پاکش کن، دیر نیست. دیر به جنبی میشه دیر. بله بندازی برای فردا، بگه از شنبه انشاءالله، اون موقع دیره عزیزان، وقت نیست. امام میاد و شما هنوز کارهای ناکرده‌ای داری که باید خودت رو پاک کنی که این گردن سنگینیش کم بشه، اون دویونی که من گردن داری. حق الناس، حق الله و من وظیفه‌م این امور رو به شما بگم.